بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. اعصاب خوب رسانه، خسته نباشید بهتون میگم. خدمت شما عرض شود که فوتبالی که امروز تیم داماش هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم فوت بازی کرد مستحق کسب 3 امتیاز بود. ما هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم تیم برتر میدان بودیم. شاید 10 دقیقه اول با توجه به شرایط اینکه تمرینم نداشتیم توی تهران، یه مقدار بچه‌ها برای آپدیت شدن نیاز به زمان داشتن. بعد اینکه آداپته شدیم فوتبال رو کاملا نبض بازی رو در دست گرفتیم. هم نیمه اول هم نیمه دوم تیم حریف هم سعی کرد که خدمتتون عرض شود که با دوندگی زیاد بتونه خدمتتون عرض شود که جریان بازی و حملات ما رو کنترل کنه. به هر حال بازی خیلی خوبی بود و تیم ما با توجه به تغییر پلن بازی تونست که دقایق پایانی به گل دست پیدا بکنه. مثل صحنه‌ای که توی بندرعباس هم اتفاق افتاد، ولی متاسفانه داور ناعادل بازی با شهرداری با پالایش نفت بندرعباس اونجا پنالتی اعلام نکرد، ولی اینجا داور به درستی پنالتی اعلام کرد. ما باید یه مقدار سر صحنه‌هایی که بلافاصله بعد از زدن گل دریافت می‌کنیم توی جلسات فنی، تئوری، از نظر ذهنی خدمتون با بازیکنان صحبت بکنیم و کار بکنیم و باید بدونیم که چه اتفاقی میفته که ما بعد از زدن گل و برتری بلافاصله اندوخته خودمون رو از دست میدیم. در هر حال من به بازیکنام خسته نباشید میگم. اونا خیلی با کیفیت بازی کردن. هم هفته گذشته توی بندرعباس هم امروز خیلی بازی خوبی رو انجام دادیم. یه نوید یه تیم سخت‌کوش، متعصب و با برنامه رو برای هوادارهای تیم داماش میدیم. ان شاءالله که هفته به هفته بهتر میشیم. جا داره که از هیئت فوتبال استان تهران دوست خوبم دکتر میرشاد ماجدی، عوامل اجرایی بابت میزبانی که خدمتتون عرض شود که داماش داشت و اونا خدمتتون مسئولیتش رو داشتم، عوامل اجرایی تشکر بکنم. تیم داوری هم تیم خیلی خوبی بود، خوب کوبل داوری قضاوت کردن. به تیم نوشهر هم تبریک میگم بابت کسب این 1 امتیاز که مهمان بودن. ان شاءالله بریم برای هفته آینده ببینیم که چیکار باید بکنیم برای هفته چهارم. علی آقا خدا قوت، خسته نباشید. دو تا بازی خونگی داشتید، یه بازی بدون تماشاگر در رشت، یه بازی هم که خونگی نبوده. بازی نبوده تماشاگر تو دو تا بازی همه داماش رو طرفداراش میشناسن. چقدر اثرگذار بوده بر کیفیت بازی و کار شما تو دو تا بازی؟ خب خودتون میدونید داماش یعنی هوادار، هوادار یعنی داماش. همیشه همه جا گفتن. شما دیدید توی 2 فصل گذشته که داماش توی لیگ 1 بوده، به تمام مربیایی که توی رشت اومدن به اولین چیزی که اذعان داشتن و اقرار کردن گفتن که هوادار، این هوادار، این هوادار، این هوادار. ولی متاسفانه ما تو استانمون تو شهر رشت قدر این هوادار رو نمیدونیم. این هوادار موجبات افتخار، مایه مباهات باشگاه داماشه. سرمایه اصلی باشگاه داماش، مالکان اصلی باشگاه داماش این هوادار هستن. خودتون میتونید تو این 2 تا بازی ما میتونستیم 6 امتیاز بگیریم، اما به 2 امتیاز بسنده کردیم در نبود هوادارمون. من گله بسیار شدید دارم از مدیر کل ورزش جوانان بابت اون چمن. 28 اردیبهشت ما داماش آخرین بازیشو با همین شهرداری نوشهر تو خونه انجام داد. امروز 19 شهریوره، چرا ما چمن نداریم؟ چه اتفاقی افتاد؟ تازه هفته 5 باید بریم تو سردار جنگل بازی کنیم. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی کار دارن میکنن آقایون؟ داماش مگه بچه سر راهیه؟ به تک تک مسئولین دارم میگم، اگه میخواید که پشت شما باشیم باید به داماش توجه داشته باشید، باید به هوادار داماش احترام بذاریم. ما چی داریم به عنوان این باشگاه؟ چی داریم؟ بخش خصوصی هستیم که فوتبال رشت سال هاست بخش خصوصیه، برعکس خیلی از استانهای دیگه که دست در جیب دولت دارن، از بیت المال دارن استفاده میکنن. تا کی ناعادلانه؟ میخوام که به داماش توجه کنم، وگرنه تو بعد از هر بازی من مشکلاتی که میدونم تو شهر بیان میکنم، خود مسئولین میدونن با مردم، دیگه نمیتونم هر چیزی رو دیگه اینقدر تو خودم بریزم. رفاقتم یه جای حدی داره. من آقای آرمان میدونه من خیلی هم دوستش دارم، رفیقم هست با ما، اما تو بخش آماده کردن زمین و در اختیار گذاشتن داماش کمکاری صورت گرفته و باید جبران مافات بشه و باید از هوادار ما عذرخواهی کنن، از باشگاه ما.
ما امروز بابت در اختیار گرفتن این زمین 350 میلیون به قرارداد بستیم که تو این زمین بازی کنیم. 350 میلیون فقط هزینه برگزاری بازی رو دادیم. 300 میلیون هم هزینه سفرمون شد، اقامتمون شد و غذای بچه‌ها. برای یه باشگاه خصوصی بازی میزبان باید 600 میلیون هزینه کنه. من این 600 میلیون رو میتونستم بین بازیکنام تقسیم بکنم. تا چه اندازه ناعدالتی، تا چه اندازه فشار. یه مربی چقدر میتونه فشار رو تحمل بکنه؟ جاهایی هم مسئولین کمک کردن، تو همین سالن‌های کنفرانس بعد از بازی ازشون تشکر کردم. همین امسال هم خیلی‌ها کمک کردن. آقای استاندار کمک کرد، آقای الماسخاله کمک کرد، تشکر کردم. اما یه جایی که داره کمکاری میشه باید که این کمکاری رو گفت. تعارف هم نداریم، ما با همه هم رفیقیم، با هیچ کی دشمن هم نیستیم. امروز اگه اینجا بازی کردیم خود همه میدونن که چه اتفاقی افتاد تو بازی اول که ما اومدیم اینجا. اما باز هم به حرمت بومی بودن مسئولین ما هیچی نگفتیم. اما یه اندازه ای داره. اگر تو استان گیلان زمین گرما، تو مازندران نساجی هم الان داره اونجا بازی میکنه، دیدید چمنش چه کیفیتی داشت تو هفته اول مقابل تیم پالایش نفت بندرعباس. خب چرا ما این کیفیت رو نداریم؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما حتی اجازه تمرین تو آزادی هم نداریم. یک جلسه تمرین هفتگی هم اونجا انجام نمیدیم به خاطر اینکه کیفیت داشته باشه زمین. 28 اردیبهشت، امروز 20 شهریوره، 4 ماه زمان بوده. اینم دارم میگم، گله میکنم از آقای آرمان. همین امروز آقای آرمان 2 بار 3 بار تماس گرفت پیگیر مشکلات. اما ما باید کمکی بکنیم که این کمک ما به چشم بیاد، این کمک ما کمک حال باشه، باری از رو دوش تیم برداره. وگرنه من گله شخصی از کسی ندارم. همه اینا هم به قول گفتنی دوستای ما هستن. انتظار دارم برای هفته‌های آتی استادیوم رو آماده کنم. من یه تمنایی از کمیته انضباطی عوامل اجرایی سازمان لیگ دارم. فوتبال با هوادارش زیباست. امروز باشگاه داماش به دلیل اینکه 2 مالک گذشتهش اصلا دنبال مالکیت فوتبال نبودن، دنبال یه سری مسائل دیگه بودن، خب باشگاه رو جریمه کردن، مجوز ملی نگرفت. آیا هوادار قصوری کرده؟ ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که فوتبال با هوادار برگزار بشه. زیبایی فوتبال همینه. از آقای باروند، از آقای حسنزاده، از آقای صالحی رئیس کمیته استیناف تمنا دارم با ظرفیت کم اما برای بازی هفته 5 اجازه بدن که ما تو سردار جنگل، از اونجا از عزودی استادیوم خونگی ما، اونجایی که زور داریم، از اونجا که داریم تبعید ما رو میکنن سردار جنگل، خواهش دارم که حداقل با هوادار این بازی برگزار بشه. اینجا حتما این کار رو، حداقل این محبت رو در قبال تیم‌های پر هوادار فوتبال رو زیبا میکنه. امروز شما بودید تو استادیوم، فوتبال با این با کیفیتی بدون هوادار. اگه امروز هوادار تو، ببین امروز بعضی از این دوستایی که الان میبینم از رشت تشریف آوردن چون کارت و رسانه داشتن اومدن، وگرنه هوادار ما امروز اینجا هم میومد. هوادار همه جا همراه تیم داماشه. همین دیشب نه پریشب که تو رشت تمرین داشتیم هوادار کنار ما بود. ما جونمون رو برای هوادار میدیم. امروز که صدام گرفته به خاطر اینکه دلم برای هوادارمون میسوزه که تنها دل خوشش همین داماشه و ما باید برای این هوادار جون بدیم، چون این هوادار برای ما داره همه کار میکنه. اما چه کنیم که بخش خصوصی هستیم که مالکمون بنیه مالی بسیار بسیار متوسط و به سمت ضعیفی داره. با کمترین بودجه و با کمترین قرارداد رو بازیکن‌ها رو بستیم. توی بخش بودجه و قرارداد کمترین تیم هستیم از نظر بودجه، اما از نظر کیفیت، تعصب و سخت‌کوشی قول میدم که بهترین ها باشیم به هوادار. ان هفته‌های آینده تیممون از این شکل بهترم خواهد شد. این فاجعه‌ای که الان دوستان مدیریتی به وجود آوردن برای هوادار داماش
قطعا باید میمونه روز فردای بازی سناریو یه عذرخواهی کوچیک از هواداران میکردن، این کارم انجام ندادن. من سوال خوبی کردی آقا رحمان قاسمی. من به نوبه خودم از طرف اونایی که قصور کردن از هوادارمون عذرخواهی میکنم. عذرخواهی من میدونی به خاطر چیه؟ هوادار به احترام ما استادیوم رو ترک کرد. من به هوادار قول دادم، دست تک تک هوادارا رو میبوسم، ازشون معذرت میخوام، اونا به من احترام گذاشتن اما من عرضه و لیاقت نداشتم حق اونا رو بگیرم. خب اینم دارم الان میگم، افرادی هستن که در گذشته تو این باشگاه مسئولیت داشتن، الان دنبال این هستن که دوباره به این تیم برگردن. هوادار شما رو نمیخواد آقا دنبال این تیم نباشید. ما حاضر هستیم با همین نون و پنیر ادامه بدیم، اما بینمون رفاقت باشه، صمیمیت باشه. خیلی زحمات کشیدن. آره جلسات مخفیانه نذارن. رشتی میخواد، رشتی هم هستن پای کار.